با درود به یکایکتان بینندگان عزیز، با امید تنصیحاتی شما در هفته نو سرخط رویدادها را تقدیمتان میکنم. امروز 18 اکتبر از شروع یک بار سه تمرین نظامی در مرز با افغانستان از جانب نظامیان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی میگوییم. بعد دو حمله مرگبار طالبان در افغانستان وعده دادند که محافظت مسجدهای شیعیان را تقویت میبخشند. بازداشت یک کارمند کمیسریت حربی برای گرفتن پاره و شکایت مهاجران تاجیک از آغاز ریدهای گسترده در روسیه و جریمه بندی آنها از موضوع دیگری ماست. در جنوب تاجیکستان امروز یک بار سه آزمایش حربی نیروهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی و یوسپد آغاز می‌یابد. تمرین‌ها در آزمایشگاه‌های هر میدان و مومیرک در نزدیکی مرز افغانستان با شرکت نظامیان روسیه و تاجیکستان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان تا 23 اکتبر ادامه خواهند کرد. اناتولی سیدروف رهبر استودی مشترک اسپد پیشتر گفته بود مشق‌ها با نظرداشت احتمال حالت‌های بدترین جنگ در منطقه برگزار شده هنگام تهیه نقشه سازمان امکانات گوناگون تروریستان را به نظر گرفته است. در تمرین‌های مشترک 4000 نظامی و بیش از 500 عدد تکنیک‌های حربی اشتراک خواهند کرد. توافق برای برگزاری آزمایش‌ها روز 16 سپتامبر در جریان دیدار رهبران اسپد در دوشنبه حاصل شده بود. کشورهای عضو این سازمان زیر نفوذ روسیه بعد دوباره به قدرت رسیدن طالبان از وضع افغانستان نگرانند، بخصوص تاجیکستان که با این کشور بیش از 1400 کیلومتر مرز دشوار نظارت دارد. در ادامه موضوع افغانستان، طالبان در افغانستان وعده دادند که محافظت مسجدهای شیعیان را تقویت میبخشند، هرچند خود این گروه به قتل نمایندگان این اقلیت مذهبی در کشور متهم می شود. وعده محافظت مسجدهای شیعیان پس از آن صدا داد که روز جمعه در یک بمبگذاری هنگام نماز جمعه در قندهار 10 نفر کشته شدند. همکارم طاهر سفر گزارش میدهد. روز شنبه ازدحام بزرگ از مردم در قندهار برای دفن آنها آمدند که وقتی نماز جمعه کشته شدند. سازمان سنی مذهب افراطی دولت اسلامی مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. گروه از مرگ طلبان سازمان به مسجد راه یافته و هنگام نماز خود را ترکانیدند. یک مقام رسمی گفت 41 نفر کشته شدند و 70 تن دیگر زخم برداشتند و ممکن است تلفات زیادتر شود. سردار پلیس قندهار گفته است واحدهای مخصوص پلیس برای محافظت مسجدهای شیعیان سفر برمی شوند که از این پیش مسجدها را گروه‌های مسلح خود محافظتی پاسبانی می‌کردند. مولوی عبدالغفار محمدی به خبرگزاری رویترز گفته است که داعش مسلمان‌های عادی را هدف گرفته است و طالبان می‌کوشند که گناهکاران را یافته جزا بدهند، ولی تا حال کسی را بازداشت نکردند. یک هفته پیش از حمله به مسجد قندهار در مسجد شیعیان در شهر قندوز هم حمله صورت گرفت و 80 نفر کشته شدند. اقلیت‌های هزاره که پیروی مذهب شیعه هستند در عهد حکومت پیشین هم مورد حمله از جمله حمله‌های طالبان قرار گرفتند. با رسیدن طالبان به قدرت حمله‌ها از بین نرفتند. برعکس حمله‌های خرد و وسیع مقیاس داعش به غیر نظامیان زیادتر شده است. برمیگردیم به تاجیکستان. نماینده شرکت گازپروم نفت تاجیکستان با اژانسی دولتی خاور درباره احتمال باز هم بالا رفتن نرخ مواد سوزشواری صحبت کرده است. به قول منبع بنابر گران شدن قیمت مواد سوخت در کشورهای صادرکننده در تاجیکستان نیز در آخر ماه اکتبر و اول ماه نوامبر تغییرات در نرخ پیشگویی می شود. خدمات ضد انحصاری در نوبت خود گفته است که در صورت بی اساس بالا بردن نرخ چاره‌اندیشی خواهند کرد. ماه گذشته ازبک نفت گاز اعلام کرده بود که امکان دارد تا 50 و یا 55 هزار تن گاز مایع را در یک سال به تاجیکستان انتقال بدهد. بینندگان عزیز، همکاران ما در این باره در ادامه روز گزارش مفصل را پیشنهاد شما میکنند. شما
شما سرخط رویدادها را تماشا دارید. طول 2 روز اخیر به دست رادیو زودی چندین نوار برگزاری ریت‌های گسترده در پایتخت روسیه ولایت مسکو و شهر سنت پترزبورگ رسید. مهاجران توجیک در صحبت با ما گفتند که با وجود داشتن تمام حجت‌های ضروری از جانب مقامات حفظی حقوق بازداشت و حتی تا 2 شبانه روز در شعبه‌های پلیس نگاه داشته شدند. به قول مصاحبان همه آنها را 5300 روبل روسی جریمه کردند. در همین حال خبرگزاری‌های روسی از بازداشت بیش از 100 مهاجر کاری در ساختمان ایست را نوشتند. به گفته منبع رید بدون اعلان پیشکی صورت گرفته و کارمندان ساختمان تلاش فرار کردند، ولی پلیس آنها را دستگیر و اسنادشان را تفتیش نموده است. تعدادی از مهاجران غیر قانونی در روسیه حضور داشته، برخی هم بدون پتنت کار می‌کردند. همه آنها را جریمه بستند. ضمناً در تاجیکستان نیز تلاش دارند مهاجران غیر قانونی را آشکار کنند. با این هدف در ولایت ختلان از 11 تا 18 اکتبر زیر عنوان نیلگال سنجش‌های نظارتی در جای‌های جمعیتی، بازار و مرکزهای تجارتی ادامه دارند. عملیات مذکور از جانب کارمندان مقامات انتظامی و امنیتی و خدمات مهاجرت به خاطر تفتیش حجت‌های تمام شهروندان خارجی که در حدود ولایت کار و زندگی می‌کنند صورت می‌گیرد. در خبرنامه وزارت کارهای داخلی آمده است در مرحله یکم عملیات نیلگال که در ماه ایول سال جاری در حدود ولایت ختلان راه اندازی شده بود، یک قطار کمبودی‌ها آشکار و برطرف گردیدند. دادگاه شهر دوشنبه رحمتجان محمدجان نماینده حرکت گروه 24 در روسیه را به 20 سال زندان محکوم کرده است. مسئولان این حرکت میگویند حکم گذشته اعلان گردیده او در همکاری با سازمان افراطی ممنوع تشکیل اتحاد جنایتی، برانگیختن کینه و عداوت ملی و دعوت‌های عمومی برای تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان مجرم دانسته شد. این عضو حرکت گروه 24 همراه با شوبیدین بدالف یک همسفر دیگرش ماه ایون سال گذشته در جریان سفر رئیس جمهور امامعلی رحمان به مسکو پیکت اعتراضی دایر کردند. مقامات انتظامی روسیه آن زمان این 2 نفر را به 30 روز حبس محکوم نمود. رحمتجان محمدجان ماه می امسال در شهر مسکو ناپدید شد. گروه 24 که سال 2012 تأسیس یافته است، سال 2014 با قرار دادگاه عالی تاجیکستان یک سازمان اکستریمیستی و ممنوع اعلان گردیده است. осон ва дастрас хабарҳои навро аз канали телеграми радиои озодӣ пайдо кунед. ظفر سعیدزاده کنسول گنرالی تاجیکستان همراه با نماینده وزارت مهنت و مهاجرت در شهر یکاترینبورگ 17 اکتبر به مسجد جامع به نام امام اعظم ابو حنیفه به نزد صدها نمازگزاران که اکثریتشان تاجیکستانیانند برای تبریک روز مولود پیامبر اسلام رفتند. در خبرنامه آمده ضمن دیدار با عبادتگران همچنین در مسائل مربوط به مهاجران، دوری جستن از حزب و حرکت‌های نامطلوب و گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی صحبت شده است. از جمله تاکید شده است که گروه‌های نامطلوب و خطرزا جوانان ناآگاه و زود باور و گمراه می‌سازند و آنها را برای صادر نمودن عمل‌های تروریستی و اکستریمیستی وادار می‌کنند. در پایان صحبت امام خطیب مسجد رحم‌الدین غیاثوف با کنسول گنرالی و نماینده وزارت مهنت از نام عبادتگران توجیک قرآن مجید را تحفه نمود. آخر هفته گذشته در ناحیه کوشانیان ولایت ختلان بنای نخستین انبار محصولات غیر آذوقه برای اهالی منطقه‌های نزدیک سرحدی جنوب تاجیکستان در صورت آفت‌های طبیعی افتتاح یافت. ذخیره‌های این انبار امکانیت می‌دهد که در حالت‌های فوق‌العاده به طور عاجل به افرادی که خانه یا اموال خود را از دست دادند حداقل اشیاء ضروری مثل قوطی‌های یاری اولیه، ظرف‌های آب، بالشت و کورپه و اشیاء آشخانه تامین کرده شود. انبار مذکور در 60 گکتار زمین ساخته شده، در آن 63 نامگوی مال‌های ضروری برای 150 عائله موجود می‌باشد.
در حالی که این شب و روز موسم تیرمایی دعوت به خدمت جریان دارد، اجنسی ضد کروپسیا در تاجیکستان سرداری مخابرات مخفی یکی از کمیسریات‌های حربی را دستگیر کرده است. رجبالی دوستوف برای آزاد کردن از خدمت حربی رشوه خواسته است. اجنسی میگوید گمانبر ضمن گرفتن 22,000 سومانی از برادر جوانی دعوت شونده به دست افتاده است. در نسبت دوستوف با مدعی قلابی پرونده جنایتی باز شده، به او تا 8 سال زندان تهدید میکند. بینندگان عزیز، اکنون برایتان درباره قربی رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات میدیم. بانک ملی امروز 18 اکتبر $1 را 11 سومانی و 28 درهم و 1 یورو را 13 سومانی و 9 درهم مقرر نموده است. قربی روبلی روسی نسبت آخر هفته گذشته بلند شده است. 1000 روبل 158 سومانی و 20 درهم تعیین شده است. دوستان گرامی، با عرض سپاس با یکی شما نشر نوبتی سرخط رویدادها را به پایان میبرم. اگر شما شاهد حادثه شدید و یا نواری دارید، لطفاً ما را نیز در جریان گذارید. من با شما خیر خوش نمیکنم. 3 ساعت پس وا میخوریم. خود را احتیاط کنید.